سلام با یه روز پرخرید با من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم شما رو ببرم سوپرمارکت ببینید تو بلژیک چه خبره. قبل اینکه برم شرکت گفتم واسه چند تا چیز بخرم برای خوردن که گشنه نمونم. رفتم اتوبوس سوار شدم و رفتم طرف شرکت. یه ناهار خسته زدم و شد عصر ساعت 5:30 برگشتم طرف خونه. ولی از اونجایی که خیلی گشنم بود و میدونستم تو خونه هیچی ندارم رفتم خرید کردم. و از اونجایی که تصمیم گرفتم این ماه یکم تو هزینه‌های خورد و خوراکم یکم صرفه‌جویی کنم، پس بهترین حالت اینه که تو خونه غذا درست کنم. تصمیم گرفتم وسایل 3 روز برای خورد و خوراکم رو بخرم، حداقل برای نهار و شاممو، که ببینم میتونم خودم غذا درست کنم یا نه میرم به روال عادی خودم و بیرون غذا بخورم. هزینه کل خریدم شد 35 یورو تقریبا. دست پر برگشتم خونه، یه ساندویچ زدم و همین. شب